وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. عقد خرید و فروش منعقد میشود، یعنی اجرا میشود با صیغه قولی و فعلی. قولیش میگه که مالت رو برای من فروختی به 100 سوم، گفت که فروختم، یعنی که عقد شد. فعلیش همین که مقصد یک چیز نرخش معروف است که 10 سوم است، 10 سوم میدهید و همون چیز میتید، گپ نمیزنید. فعلا شما پول دراز کردید و مال رو دراز کرد، میگیرید میرید. این یعنی که عقد فعلی هست. و صيغة القولية تتكون من الإيجاب وهو لفظ صادر من البائع كان يقول بعت، والقبول هو لفظ صادر من المشتري. یعنی صيغه لفظی خریدن و فروختن از طرف فروختن، بعت، خریدار و فروشنده میگه که فروختم، خریدار میگه که خریدم. چخیلی که در بازار مال این جاری هست، به فلان مقدار فروختید، گفت دادم یا فروختم، میگه بعد عقد یعنی که منعقد میشد، یعنی عقد حساب است. و صيغة الفعلیه هي المعاطات التي تكون من الاخذ والعطاء. مثلا نان در بعض کشورها 1 سوم است، به نزد نوای میرید و 1 سوم درست کنید، 1 نان میتید، حاجتی گپ نیست. 1 سوم درست کردید، 1 نان میتید، یعنی چیزی نگفته. معاطات به سبب داد و گرفت میشه. یا اینکه در امروزه بعضی مکینه ها هست که 1 سوم پرتوید، 1 مثلا آب میتید به طریق مثلا اتوماتی. یعنی اینجا یگان سخن نیست، لیکن معاطات هست، داد و گرفت فعلی هست. شما مبلغ را پرتافتید، کنابکه را زیر کردید و برای شما مثلا آب را میدهند. خب وقد تكون الصيغه مركبه من القوليه والفعل. گاه ها میشود که هم صیغه زبانی را استفاده میبرند و خریدن و فروختن، و هم فعلی را استفاده میبرند. قال الشيخ تقی الدین رحمه الله بیع المعاطات له صور. شیخ الاسلام تقی الدین رحمت الله علیه گفتند که بیع المعاطات له صور، خرید و فروش بیع معاطات یعنی داد و گرفت چند صورت ها دارد. احداها ان يصدر من البائع ایجاب لفظی فقط. یکی از آن صورت ها این است که از جانب فروشنده لفظی صادر شود که لفظی یعنی با زبانش بگوید، و من المشتری اخذ. اما خریدار لفظا نگوید، فقط گیرد، من این را به تو به 100 سوم میدهم گوید، فروشنده خریدار 100 سوم را داده گیرد، گپ نزده، اجازت است. فیدفع له ثمنها المعتاد. گپ نزده پول میتید، عقد اجرا شد. که قوله یکمین صورتش این است که فروشنده لفظا میگوید و من المشتری اخذ، از خریدار فقط گرفتن. که قوله خذ هذا الثوب بدینار فیاخذه، گیر این لباس رو به 1 دینار باید میگیرد. این یک نوعش. و كذلك لو كان الثمن معينا مثل ان يقول خذ هذا الثوب بثوبك فیاخذه. یا اینکه میگوید که این لباس رو با اون لباس عوض میکنیم، گیر این لباس و لباس ده، یعنی بر عوضش. گپ نزده لباس گرد و لباس شتیت، اینم عقد است، این خرید و فروش اجرا شد. الثاني ان يصدر من المشتري لفظ و من البائع اعطاء. دومینش از خریدار لفظ شود و از فروشنده دادن. مثلا خریدار میگه که سواء كان ثمن معينا او مضمونا في الذمه، خریدار میگه که این مالت رو به 2 دینار ده، گفتو فروشنده گپ نزده ده 2 دینار گرفت، اینم یعنی از یک طرف با لفظ شد و از دیگر طرف با فعل شد، اینم عقد است، اجازت است. الثالث الا يلفظ واحد منهما بل هناك عرف بوضع الثمن و اخذ المثمن. یعنی یک نوع دیگر نوع معاطات یعنی داد و گرفت این است که از طرف یگان جانب، نه از طرف خریدار نه از طرف فروشنده، یگان لفظ صادر نمیشد، بلکه عرف است. عرفی که پول میتید و مال میگیرید. در بین مردم همین چیز جاری است. خیلی که از خریدن نان مثال آوردیم، یعنی که بدون لفظ با داد و گرفت پول میدهد و مال گرفته میرود. این نوع سومینش است، اینم جایز است.